نیمه دوم روز 16 август اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد انجام سفر با برار کاری در ناحیه‌های درواز، ونج و راشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان به مرکز مأموری ولایت شهر خاروغ تشریف آوردند. ساکنان سربلند و مهمان نواز شهر خاروغ سرور دولت را در فرودگاه بام جهان به طور خاص گرم و صمیمی و با شادی و فرح استقبال گرفتند. برای پذیرایی شایسته مهمان عالی مقام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، اهل صنعت و هنر ولایت برنامه رنگین فرهنگی را که سراپا ترنمگر صلح و ثبات، خدمت‌های بی‌نظیر فرزند برآمد خلق تاجیک تجسم نمود، در سطح بلند هنری تهیه و پیشنهاد نمودند. مورد ذکر خاص است که هر یک تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان پیک شادی و نشاط و سازندگی و آبادانی می باشد. ایو پیشوا، الو ای سربری ملت، الو ای راهکشای و راهنمای و رهبری ملت. ایو پیشوا، الو ای سویا گستر چون همایی بخت و زیری سویای دستی تو عمری ما شکوفان است. بهاری سرنوشت و قسمتی مردم گلفشان است. بیا گردی پای تو توتیای دیدگانی ماست، قدومی پاک تو بر روی چشم و قلب و جانی ماست. ایو پیشوا، زینب خوش آمدی سوی بدخشانم، بدخشانی طلایی و برای دوست پزمانم. زنامی هر بدخشانی سلامی گرمتر از شید، به زیر مقدم تو چون گل خورشید افشانم. ایو پیشوا، قدومت در بدخشانی عزیزی ما همایون باد، بروی مردمی ما آمدنهای تو شاگون باد. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. ای رهبری معظم نکو شهار ما، ای آفتاب بخت سری کو سار ما، یم سال و سال دیگر بعد از 1000 سال
شد شعار ما ای سرور والا مقام شاد آمده شاد آمده ای رهبر شیرین کلام شاد آمده شاد آمده ای رهبر شیرین کلام شاد آمده شاد آمده مردم همه خوشحال شد از فیض استقلال شد مردم همه خوشحال شد از فیض استقلال شد عمری تو بادا بر دوام شاد آمده شاد آمده عمری تو بادا بر دوام شاد آمده شاد آمده ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا که دل و جان سالتان درواز و ونج و خارق ما انتظارتان چشمی تمام مردمی روشان و راجملند شغلات تا و خطه مرغان چارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا پیشواشیم از مهن مردان روستا با کرده خواه و خواه می شود گل نثارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا مهری وطن ز دامن مادر فرو کند مرزی وطن کنون که دلی باب قارتان مرزی وطن کنون که دلی باب قارتان شاهان دار گرچه پناه در وطن بودن شاهان دار گرچه پناه در وطن بودن ای شه سوار وقت وطن در کنارتان ای شه سوار وقت وطن در کنارتان از مقدمی تو کرده گلر گوشه ای وطن از مقدمی تو کرده گلر گوشه ای وطن سازندگی و ساختن هر دم شعارتان سازندگی و ساختن هر دم شعارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا از گرمی محبت مرشد زندگی ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا ای آفتاب کو دمم در قرارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا با پای مهر آمده ای خوش با پای مهر ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا با میر کوه پیکر من انتظارتان ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا ای پیشوا بیا ای پیشوا خوش آمده خوش آمده الله نما حیران نما خوش آمده خوش آمده الله نما حیران نما خوش آمده خوش آمده در گیر و مانی زندگی در خطه سازندگی در گیر و مانی زندگی در خطه سازندگی الله کشا الله کشا خوش آمده خوش آمده الله کشا الله کشا خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوش آمده خوشبخت باشید، سرفراز باشید، سربلند باشید.
خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی که در دل و نیت و قلبتان است همه را نصیبتان گرداند. خوشبخت باشید. ما برای خبر گرفتن نه، برای خدمت کردن آمدیم. وظیفه رهبر همین است، یعنی نزد مردم میرود، خدمت مردم را با جا میآورد، بنیاد میکند، میسازد، یک مشکلی مردم را سبک میکند. وظیفه رهبر همین است. برای پیشوازگری صمیمیتان، برای مهر و محبت به پایان شما نسبت به رهبر دولت و سالهای طولانی برای دستگیری سیاست پیش گرفته رهبر دولت، من از صمیم قلب و همه شما یک جهان تشکر و میناداری بیان میکنم. و مردم عمان و مردم بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، من شما را دوست می‌دارم. من صمیمی دوست می‌دارم. برای من زحمت کشیده یک جای بنیاد کرده ایستادیم، آباد کرده ایستادیم. دیروز امروز از صبح در ناحیه ونج، دیروز در دورات، حالا در ناحیه راشخاره ما ده ها انشاءات‌های نو زمانوی بنیاد کرده با اختیار استفاده برای مردم سپاریدیم. ما هزارهای دیگر بنیاد کردند. ما راه ها بنیاد کرده ایستادیم. انشاءالله ما سالهای بعد از شهر خاروق از تا سرحد چین از این شاهراهای زمانوی برابر می شویم. همه شما این را شاهد می گردید و آنچه که من بیان داشتم سالهای خیلی پیش که آینده تاجیکستان، آینده ولایت مختار کوهستان بدخشان این دروازه طلایی تاجیکستان می گردد و همون روزا رسیده ایستاده. احسن برای زحمت های زیادتان زیر آفتاب سوزان با همه شما از صمیم قلب یک جهان بار دیگر تشکر و مینتداری خود را بیان میکنم. سرفراز و سربلند باشید. دائما در کشور عزیز ما، محبوب ما، در وطن ما شما، مخصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان، در این منطقه بیشتاسا، آرزوی آمال ما آن است که دائما صلح، وحدت، آرامی، همبستگی هویدا باشد. امین. احسن آفرین. یک جهان تشکر. سلامت باشید، خوشبخت باشید. ما در خدمت شما امروز پگاه دیگر من قریب 2-3 روز در همین شهر خاروق با شما در خدمت برای شما آمدم. سلامت باشید. سلامت باشید. اما ما تو چی دا آمدی بود؟ تو اینجا آمدی. السلام علیکم. تو چی دا آمدی اینجا دیگر؟ برای ما آمدی. خدمت کردی دیگر یک جا بشید. نویرها خدمت کنن، جوانها خدمت کنن. ما خدمت شما را کنیم. سایبان سر ما باشید. زادگی صد، زندگی برکت، برکتی خانده، کامیابی غم فرزنده، زد برای آخر زمان خیلی دوشنبه برام یک تبابت کنیم، دیگه کنیم و روان کنیم. میروید؟ نمیروید؟ نه دوشنبه یک قدم را میبرم. ماشین خطی نه، چرخباب خطی میبرم که پا در نیاورد. در میکنم. پاچو؟ من دکتر را روان میکنم، میبینم. اگر تا اینجا تبابت میکنن، باید بگم که میبرم. چرخبال روان میکنی میبرند دوشنبه. تبابت میکنی پاچه‌ها ولی با رقص میکنی، ولی با یک راه ها روان میکنی.
در خدمت‌های شما را این چندین سال همچون مادروار من شما را دوست می‌دارم. بسیار سلامت باشید. سلامت باشید. خوشبخت باشید. یک جان تشکر. آفتاب دست شوختی پاهات خسته شد مانده شد. ما را گناهکار کردی. ما به اینم کمونی مونچا. سلامت باشید. حسن. کاری بار خانه ماندگی شد نفته آدنه یک جان تشکر من بیندار از زمین تا آسمان سلامت